تا این سه نوع عسل رو نشناختی پول نده. حتما این ویدیو رو سیو کن که خیلی کاربردیه. اولین نوع عسل، عسل 100% طبیعی که از شهد گل توسط زنبور عسل تولید میشه که خیلی گرون و کمیابه. دومین نوع عسل، عسل تغذیه‌ایه که در اون به جای شهد گل از شربت یا آب و شکر توسط زنبور عسل ساخته میشه. درست 100% طبیعی نیست ولی آنزیم های موجود تو بزاق زنبور عسل رو داراست و تعدادی از خاصیت های عسل طبیعی رو هم داره. متاسفانه به اسم 100% طبیعی این عسل هم تو بازار میفروشن. سومین نوع عسل، عسل 100% قلابیه که توش نه شهد گل است نه زنبور عسل تولید میکنه. فقط یه دونه قابلمه بر میدارن، توش کلی شکر و آتشخال و اسانس میریزن، با حرارت ماده‌ای شبیه عسل تولید میکنن و به اسم عسل 100% طبیعی اونو میفروشن. من اینجا هستم تا کار تو رو موقع خرید راحت کنم، پس منو فالو داشته باش.